چطوره که مردم خراسان انقدر سخنور هستن؟ خطه خراسان بزرگ. یکی از دلایلش اینه که فارسی دری، زبانی که ما امروز باش تکلم میکنیم و کشورهای مثل افغانستان و تاجیکستان همین زبان رو دارن، فارسیه که از فارسی مردم خراسان استخراج شده. بزرگترین قسمت ایران خراسان بوده، خراسان بزرگ قدیم که بخشای زیادی شامل تمام اون بله. کشور کوچولوی بالا و افغانستان. از طرف دیگر مقر حکومت‌های ایرانی هم از همون ابتدا بوده. اینها فکر میکنن که یک لهجه‌ای که هم ساده باشه، هم تعداد زیادی باهاش آشنا بشن، مبنا قرار بدن به این بگن فارسی. از این بعد هر کی تو این مملکت از بخواد فارسی صحبت کنه این لهجه رو یاد بگیره. پس لهجه خراسانی میشه زبان فارسی، چون تو دربار رسما اعلام میشه که این از این بعد زبان رسمی ماست. این فارسی به فارسی دری نامگذاره، دری به معنی درباری. دری به معنی درباری در اونجا رسما. خب فارسی دری یعنی فارسی خراسانی ها. شما اگر تاریخ ادبیات، تاریخ فرهنگ، تاریخ زبان ما رو نگاه کنید، نوشته های علمی، نوشته های ادبی همه رو آمار بگیرید، تا قرن 5 و 6 حتی یک متکلم، یک نویسنده، یک شاعر غیر خراسانی نداریم.